داستان بازرگان و طوطی. بازرگانی طوطی زیبایی در قفس داشت. روزی قصد سفر به هندوستان کرد. از اهل خانه و غلامان خود پرسید که دوست دارند چه تحفه‌ای از آن سرزمین برایشان بیاورد. هر کس چیزی گفت و بازرگان به همه وعده داد. بود بازرگان و او را طوطی در قفس محبوس، زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک راز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. تا اینکه به طوطی رسید، از او نیز همین را پرسید. طوطی درخواست شگرفی کرد. او گفت در هندوستان طوطیان بسیارند. وقتی آنها را دیدی، شرح حال مرا برایشان بازگو کن و بگو طوطی در قفس دارم که سخت مشتاق و آرزومند دیدار شماست. از شما دادخواهی می کند و راه چاره می جوید. آیا این رواست که من در فراق دیدار شما اینجا و در این زندان بمیرم و شما آزادانه در جنگل و صحرا گردش کنید؟ آیا رسم دوستی این است که من در این زندان بپوسم و شما در باغ و گلستان خوش باشید؟ مرد بازرگان پذیرفت که این پیام را به طوطیان هند برساند. وقتی به هندوستان رسید و در صحرا طوطیان بسیاری دید، آن پیام را به آنان بازگو کرد. ناگهان یکی از طوطیان نخست لرزید و بلافاصله افتاد و مرد. بازرگان با دیدن این صحنه به شدت شگفت زده شد. چطور ممکن است پیغام یک طوطی باعث مرگ طوطی دیگر بشود؟ شاید این دو با هم خویشاوند بودند. بازرگان خود را به شدت سرزنش می‌کرد که چرا این کار را کردم، چرا این پیغام را رساندم، چرا باعث مرگ این پرنده بیچاره شدم. کاش زبانم لال شده بود. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خویش است با آن طوطیک؟ این مگر دو جسم بود و روح یک؟ این چرا کردم، چرا دادم پیام؟ سوختم بیچاره رازین گفت خام. پس از اینکه بازرگان کار تجاری خود را در هندوستان به پایان رساند و به شهر و دیار خود بازگشت، هدیه‌های غلامان و کنیزان خود را داد. وقتی به طوطی رسید، ماجرا را به او باز گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی و آنچه دیدی بازگو. گفت نی، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من از رساندن این پیغام تو به طوطی چنان پشیمانم که دست خود را گاز میگیرم و انگشتم را از ندامت به دندان میگزم. با خود همواره میگویم چرا بی تدبیری و دیوانگی کردم و پیغام تو را به طوطیان رساندم. من چرا پیغام خامی از گزاف بردم، از بیدانشی و از نشاف. طوطی علت پشیمانی بازرگان را پرسید. بازرگان ماجرا را گفت که وقتی پیغام تو را به طوطیان رساندم، یکی از آنان لرزید و افتاد و مرد. به محض اینکه بازرگان ماجرای مردن طوطی را گفت، طوطی زیبای او نیز لرزید و بر کف قفس افتاد. وقتی بازرگان این را دید، از شدت خشم و اندوه کلاه خود را بر زمین زد، گریبان خود را درید و شروع به نوحه سرایی برای طوطی محبوب خود کرد. بازرگان دقایقی خود را گم کرده آه و ناله کرد و سرانجام طوطی را از قفس گرفت و به بیرون انداخت. ناگهان طوطی پرید و بر شاخه درختی نشست. بازرگان که به هیچ وجه انتظار چنین واقعه‌ای را نداشت،
حیران توتی را بر شاخه درخت نگاه می‌کرد و مبهوت مانده بود. وقتی به خود آمد از او پرسید این چه سری بود؟ آن توتی چه پاسخ پیام تو داد که این چنین مرا خام کردی و از قفس پریدی؟ آن توتی هندوستان با عمل خود به من پیغام داد که ای مرغ دربند، سخن گفتن و آواز و دوستی را رها کن، زیرا این لطافت سخن گفتن و آوای تو دلیلی است که تو را در بند کرده. او مرد تا بتواند چنین پیامی را به من برساند. او با مرگ خود به من پیام فرستاد که ای پرنده دربند که اسباب عیش و طرب دیگران را فراهم می‌کنی، مانند من بمیر تا از زندان خلاص شوی. تا وقتی که خود نمایی می‌کنی همواره در رنج و عذاب و در زندان خواهی بود. توتی چند پند دیگر نیز به بازرگان داد و وداع کرد و پر زد و رفت. بازرگان با خود گفت این کار توتی پند من است، راه رهایی راه اوست. جان من کمتر ز توتی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود.